اول خب باید بگویم که تی پی موضوع امارت اسلامی افغانستان نیست. از سال 2003 که در پاکستان جنرال ها حاکم بودن و حمایت آشکارا از آمریکا کردن در منطقه و حامی و متحالف آمریکا شدن. او زمان بمباردمان بالای وزیرستان آغاز شد از طرف آمریکا و او ریاکشن خود داشت، ریاکشن مردمی که به شکل تی تی پی آغاز شد. یعنی درگیری پاکستان و تی تی پی از او زمان شروع شده بوده تا حال جریان داره. امارت اسلامی افغانستان 4 سال میشه حاکم شدن و این سالیان سال که تی تی پی و پاکستان بودن بین خود باید یعنی واضح شود که امارت در ایجاد تی تی پی یا حمایت تی تی پی رول نداره و نمیخواه هم. و دومی که لفظ تروریست ما درست نمیفهمم، واژه افغانی نیست و ما ایره نمیپذیریم. تروریست کی گفته میشه؟ هر حکومت مخالف خود تروریست میشه. یک زمان امارت اسلامی افغانستان هم تروریست ها میگفتن 20 سال علیه ما جنگ داشتن آمریکا و متحدینشان. پس این واژه نامانوس است و ما ایره نمیپذیریم، نمیشناسیم. ولی مخالفین پاکستان هستند تی پی و بدون شک یک پرابلم هست و باید در کشور خود این موضوع حل بسازد. امارت اسلامی افغانستان از حملات آنها، از جنگ آنها حمایت نمیکنه و این موضوع داخلی پاکستان میدانه. از خاک افغانستان ما اجازه نمیدیم هیچ کسی به شمول تی تی پی استفاده بکنه و منطقه را ناامن بسازه یا همسایه ما را متضرر بسازه. این ما حمایت نمیکنیم، واضح است، پالیسی امارت اسلامی است و ما جدی میخوایم عملی شود و تفتی صورت نگیرد.